سلام بچه‌ها، چه خبر؟ امروز تازه شدید. چجوری میتونید مثلا لودینگ یا کالافتون رو عوض کنید؟ خب اول میریم برنامه زدارچیور پرو رو یا زدارچیور معمولی رو دانلود میکنید، میرین توش، بعدش میرین توی پیکچرز و بعدش هم عکسی که دارین رو اونجا پیدا میکنینش. الان عکسی که من دارم اینجا پرچم ایرانه. بعدش که رفتین توی صفر میرین توی اندروید، بعدشان دیتا و بعدشان روی برنامه کال آف دیوتی میزنین و بعدش هم روی اینجا اینجا توی پوشه فایل میرین و بعدش هم میگردین تا دنبال اکسترا کت کت بودن اینجوری دارن خونده میشه و بعدش هم میرین توی اینو اونجا ایمج رو پیدا میکنین. ایمج جای مهم میشه. من اینجا پرچم ایران رو گذاشتم. بعد شما عکستون رو که دانلود کردین اونجا به جای اونجا اسم لودینگ رو اونجا باید کپی کنین. بعدش هم برین توی همون جایی که رفتین این عکس رو پیدا کردین، میرین اینجا اسمشو کپی میکنین روی این میذارین. برین سوارس که روی مثلا ورشی من دستم خود روش فشار میدین، روی رینه میزنین و کل این اسم کلا پاک میکنین و بعدش روی کلیپورد میزنین و من این اسم رو گذاشتمش. بعد روی اوکی میزنین و بعدش کل اینا رو میبنین و بعدش کلافتون رو باز میکنین و یه ذره فقط وایسین و بفرمایین نگاه کنین. اینجا پرچم ایران برای من بالا اومده. اگه آموزش بیشتری خواستین در مورد لودینگ های کالاف و اینا، مثلا چه کالاف و زبان فارسی کنین، حتما توی کامنت ها بهم بگین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. قربونتون و تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.